انجام قرارداد برق گاز در آلمان. در کمتر از 2 دقیقه میخوایم با هم بررسی بکنیم ببینیم چرا باید قرارداد برق و گازمون رو توی آلمان عوض کنیم. در آلمان برق مصرف کننده توسط نت یا همون سیمکشی کل آلمان به مصرف کننده ارسال میشه. به هیچ عنوان انبیتاهای انرژی، یعنی کسایی که با شما تبادل مالی دارن، کاری به سیمکشی خونه شما ندارن. در اصل برق از جایی تولید میشه و به مصرف کننده داده میشه. حالا یک سری شرکت های اینجا با طرف، یعنی مشتری، طرف حساب میشن و مبلغ این میزان مصرف رو از اینها میگیرن، بخشی از این پول رو برای خودشون برمیدارن و مابقیش رو به نت پرداخت میکنن. توجه داشته باش در آلمان بیش از 300 شرکت ارائه دهنده برق وجود داره که تمام این شرکت ها خودشون برق رو از بورس میخرن. در بین این شرکت ها رقابت فوق العاده سنگینی وجود داره. هر روز این رقابت پایین و بالا میشه، در لحظه قیمت تغییر میکنه و این شما هستی که با انتخاب بهترین شرکت در بهترین بازه زمانی میتونی بهترین قیمت رو داشته باشی و در ضمن نگه داشتن قرارداد برق و گاز به صورت ثابت همیشگی فقط و فقط ضرر مالی برای شما داره. اگر میخوای از این قضیه بهترین استفاده رو ببری و کمترین ضرر مالی رو بدی، در نتیجه میتونم بگم بهترین صرفه‌جویی رو انجام بدی، اینه که قبل از اتمام قراردادت کاری که تعرفه برات میکنه دوباره مقایسه میکنه و شرکت رو عوض میکنی. تا دیر نشده شمارت رو بگذار تا مشاورهای تعرفه بهترین قراردادها رو برات پیدا بکنن و اتمام قرارداد رو هم خودشون اتوماتیک یادت میارن.